در دایره‌ای کآمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. با نام خدا و درود بر همه سروران. روی ستون 8 آرامگاه خیام 2 رباعی ثبت شده است که من ابتدا 2مین رباعی رو خواندم، به دلیل اینکه این رباعی نخستین رباعی هست که به خیام نسبت داده شده در تاریخ ادبیات ما. خب خیام خودتون میدونید که یکی از شخصیت‌های مشهور قرن 5 هجری است، به عنوان یک ریاضیدان و منجم، و خودش هیچ ادعایی در شعر و شاعری نداشته است و اونهایی هم که از نزدیک خیام رو میشناختند مثل جارالله زمخشری، ابوالحسن بیهقی، نظامی عروضی، سنایی غزنوی و خاقانی شیروانی هیچ کدوم شعری به خیام نسبت ندادند. تنها جایی که سخن از شاعری خیام شده یا ذکری از خیام به عنوان شاعر شده، کتاب خریدة القصر عمادالدین کاتب اصفهانی است که متوفا در 595 هجری است. پس از او نجم الدین رازی و امام فخر رازی در کتاب مرصادالعباد و رساله التنبیه 2 رباعی به خیام نسبت دادن. البته نجم الدین رازی 2 رباعی و امام فخر رازی 1 رباعی به خیام نسبت دادن که اون 1 رباعی رساله التنبیه در مرصادالعباد هم هست. خب این اولین رباعی هست که در کتاب مرصادالعباد به خیام نسبت داده شده است. دایره در لغت دور زننده است و گردنده و در اصطلاح هندسه شکلی است مسطح و مدور که خطی گرداگرد اون رو گرفته و در میانه اون نقطه است که اون رو مرکز دایره میگن. دایره کامل ترین شکل هندسی دانسته شده و در فناوری، هنر، دین و فرهنگ اهمیت زیادی داشته و میدونیم که در جغرافیای بطلمیوسی یا بطلیموسی به تعبیر مرحوم سعید نفیسی زمین مرکز جهان است و ساکن و آسمان ها دایره وار گرد او در گردش و حرکتند. در این حرکت سیارات 12 منزل رو پی در پی طی می‌کنند و در پایان به منزل نخستین برمیگردند و حرکت رو دوباره از سر میگیرند. بنابراین جا داره که خیام ریاضیدان و به هر حال هندسه‌دان در اینجا جهان هستی رو به دایره تشبیه کند. اون حرکت دواری که هی آمدنها و رفتنهای پی در پی که صورت میگیره به دایره تشبیه بکنه. چنین است که این معنی در بسیاری از رباعیات منسوب به خیام دیده می شود. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من، یا آورد به اضطرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود، رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. اما رباعی دوم در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. این رباعی 2 گونه، اون مصرع اولش 2 گونه میشه خوند. یکی این که در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، یعنی با یای وحدت و نکره، یا در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش با یای مصدری و هر کدوم یه معنایی دارد. در این که بگیم در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، یعنی به کارگاه یک نفر کوزه‌گر رفتم، که این اگه بگیم به کارگاه یک نفر کوزه‌گر رفتم، اونجا حتما باید اون کوزه‌گر حضور داشته باشه، بنابراین اون مصرع کوزه‌گر و اینها مصداق پیدا نمیکنه.
اما در تعریف دوم یا در خوانش دوم که گفتیم در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، یعنی در کارگاه کوزه‌گری که ممکنه الان دیگه هیچ کس اونجا نباشه. رفتم دیدم 2000 کوزه اونجا افتاده، هیچ کس هم نیست و بعد یکی از این کوزه ها با صدای بلند فریاد برمی آورد که کوزه‌گر، کو کوزه خر و کو کوزه فروش، که اینجا میتونه اشاره به همون مفهوم به اصطلاح مرگ و زوال این آدمیان اینها و اون زندگی ناپایدار آدمی باشه. خب این ربایی در قدیمی ترین منابع شناخت خیام، یعنی اون مرصاد العباد و رساله التنبیه نیومده، ولی در نزهة المجالس که در قرن 8 تألیف شده این ربایی وجود داره. حالا شاید خاک نشابور که در ابیات منسوب به عمرو لیث صفاری خوردنی دانسته شده، برای تبدیل شدن به سفال و کاشی استعداد خاصی داشته که این شهر رو مرکز سفال و سفالگری نموده و راز اشاره های مکرر خیام به اشیاء سفالی و کاشی از جمله کوزه ممکنه همین باشه. در یک ربایی دیگر منسوب به خیام، کوزه به محبوب و معشوقی زیبارو مانند شده. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است، که این نیز میتواند به مرگندیشی خیامی اشاره داشته باشه که به هر حال خیام مثل دیگران مرگ دختران و پسران جوان رو در بلاهای طبیعی و غیر طبیعی دیده یا وصف اونها رو در کتابها شنیده و دردمندانه می سراید یا می تواند سروده باشد. هر سبزه که بر کنار جوی رسته است، گویی ز لب فرشته خوی رسته است. یا هر شاخ بنفشه که از زمین می روید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. البته یاد کرده مرگ زیبارویان جوان و نشاندهنده و غیره نشان دهنده بیهودگی زندگی و بی‌اعتباری دنیا هم میتونه باشه که مضمون بسیاری از رباعیات منسوب به خیام هست. تندرست و شادکام باشید و عاقبت بخیر انشاءالله.